کوچه های شهر پره مخلص همه رفقا. درود علیکم به همه داداشی آبجی ها مشتی ها پرطرفدارا. خیلی قوی اومدیم کارو دراریم. سلام، نیلوفر علوی هستم از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی و جد بزرگم میشه امام جعفر صادق. واسه امام صادق الان اسمس کشف حجاب رفته 15 روز میخوان اسبشو بخوابونن. چی شد؟ از نوادگان امام جعفر صادقه. ای بابا الان چی نیازی بود اینا رو بگم؟ امام جعفر صادق راضیه؟ مدل زدم برای پشمریزون داشت من ارائهش بده. مدل زحلی مثل تخم مرغ زحلیه بابا. زحل هم چیزه؟ مشتریه نه مزاحل همون یه حلقه بزرگ دورش یه مقدار کجه. اون مشتری نیست؟ مشتری حلقه نداره فقط بزرگه خیلی زحل قشنگ این اومده کجه جمع کرده. بس میگه اون شیوه چیزش هم شیوه مدارش هم حفظ کرد. آقا زحلی هم مد شد برید بزنید. کار میکنی بابا. به نظرت این مد میشه؟ نه بابا یه تو هم خواستم کچل کنه. بابا مد میشه کلیپی هم چهار پر کنه ازش. دفاع شخصی. خب اینم نه بهترین کار. یارو اصلا دشمن چیز رفت جا کپ کرد. یارو کلن فایلو بس رفت. تو به عنوان یه مرد نمیتونی رو زن دست بلند کنی. رو دست زن بلند کنی. رو زن دست بلند کنی. خواهد کارو کردم. آفرین. کازم قیس نداره دست زن بلند کنه. آره الان درست شد. به عنوان یه مرد نمیتونه، به عنوان یه زن میتونه. آب میوه گیری که بابا معتقده مثلش دیگه گیرمون نمیاد. تشنج کرد. شما از اینا داشتید؟ آره واقعا هم اینجوری انا. ما یه اتوشو داریم که پارس بابا معتقده دیگه مثلش نیست. ما دقیقا همین مدل رو داشتیم. من باید روش وای میستادم اونا آب میوه میگرفتن. دقیقا بعد از این که آب میوه گرفته میشه من هنوز اینجوری بودم. ویبراتور بود داشت. خیلی ویبراتور بود. خب بریم بعدی. للهند. ايش سوت؟ شوف والله تدرين ما راح اخذك وياي؟ فنك ليش؟ ليش؟ لان اذا تروحين بالهند يعبدونك. گاوی لا يعني شو مو لهالدرجة أنا كيوت. والله العظيم. والله قرآن هناك هم يظل هناك مشهورين يعبدون البقر. محو شد. چقدر دیر فهمید. داشت 2 ساعت فکر. من یهویی گفتم اصلا اسپویل شد ولی خیلی زود فهمیدم میخواد چی بگم. پدر سگ چرا هم مربع هم مثلث رو. یا اول فصل مدل مگسیه. من مثل کدو چیز کدوی اینجوری هست. حلوایی. کدو حلواییه اینجوری میشه. چرا اینجاش عاشق دلبرش گفت ای جان شیرین ما. مریضایی که دیروز باهاشون عمل کردیم همه رو استوری کردیم. استوانی از اون ور اومد. خدا همه چی دقیقا مثل زامبیا بودن. وای میخواستم اینو بگم. فقط یه این راهرو اگه یه لحظه برخش قطع و وصل میشد یه ذره دارک میشد تمام بود. کاملا شبیه به همون ویدیو میشد. دنا رو تو کشور عراق گذاشتن واسه فروش. کامنت های ایرانی ها رو ببینیم. الجديد كليا وصلت وبمواصفات جديدة 2024 متوفرة في صالات العرض. حجم المحرك 1700 اقتصادي بالوقود. يا أيها العراقيون هل
هل انت الکسخلون؟ واقعا اسکولید میرید دنا میخرید توی عراق. مثلا میتونید مثلا ماستنگ بخرید، میرید دنا میخرید. 6.5 لتر كل 100 كيلو متر، اضافه الى نظام الاي بي اس. یه نحنو مجبوریم. انت چرا؟ انت چرا؟ چقدر خوب مفهوم رسونده به عربا. موجود بالسياره والقدره الحصانيه 115. شبك امامي اسود مطعم بالنيكل، اضافه الى ليد نهاري مع اضاءه الاسرائيل الحمراء الشما در كل المكانين. في كل المكانين. اضافه الى تحكم الكرسي، المقعد والتجويه كهربائي، مرآة الجانبيه كهرباء، اضافه الى يدات نيكل، تحكم مقود جيتين، اضافه الى ايرباك الایران خودرو. بذار عربی بگم. بذار نه عربی نه، با لهجه بگم. الایران الخودرو التوری الگذاشت الدرتون که البقیه النزاشت اليورتون. اضافه الى ايرباك مقود ودشبول، شاشه للميديا وشاشه صغيره للتبريد، فتح الصندوق كهربائي ومطعم السياره بالصاج، اضافه الى شاشه صغيره للاعطال، وبعد هواي مواصفات موجوده بالسياره. عربي دوم برنامه‌ای به در خورد. يا أخي هذه السيارة الجير بوكسش تقطقوني والإيزوزش فخفخوني والأطاقش لقلقوني. يا أيها الناس العرب البساتون الحوالتون الأم الإيران خضرو قبل الخريد فرغوني وأقول أشهد أن لا إله إلا الله قبل سواروني. خیلی خوب ماری. اوی تو دیگه مغزتو از چی ساختن؟ شاکری لعنت بهت. بزرگای یه فامیل بودن. آره بزرگ بشن خوب میشن. همونا تو 60 سالگی. دایی نخواهی دایی آخی ندارم دایی بنگت کنم دایی نخواهی دایی آخی دایی دایی یه هماهنگن اینا. تنها موزیکیه که هوش مصنوعی نمیتونه کپیش کنه. بعد چرا وسط زدن اون سال تحویل شد؟ شناخت کامل رسیده بود. ولی بازیش خیلی خوب بود. واقعا حس خوابو داشت. سمفونی موزارت بود. دینگ 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 دینگ. دختری با قد 150 وقتی از خواب بیدار میشه. مگه من نفهمم که گیتار قشنگت کرده مست ملنگت کرده ها؟ زاویه دیدشو قشنگ باهاش چسبیده به کلت. گیتار تمیزه کرد. خیلی خوب بود. فاز چیزم داره. اول صبح پاش شده شعر میخونه و مثلا چیز میکنه بلاگری کردن و وقتی پول سلبریتی نداری برای تبلیغات بیا سالنت اینجوری. اوه مدیری حرمت داره. آقا یه مدیری معذرت. یه دونه چیز افشاری بود. افشار. یه دونه هم افشاری معذرت. یه تبلیغ رایگان رفتن چیکار داری؟ با اسپانسری یه دو تا فرد مشهور. دو تا کله مثلا براد پیت و چیزام خودمون بگیریم بیاریم اینجا. میدونی ابر وقتی دستشویشو میگیره خودشون چوری خالی میکنن؟ باریدن. باریدن. یارو بی هوا میره تو اتاق خفه میشه. چوبا وقتی رفیقشون رو میخوام بپیچونن میدونی به هم چی میگن؟ کنده بازی در نیار.
شهرها وقتی میخوان اون کارا کنن میدونی کجا میرن؟ آنکارا. میدونی پنجره زنگ هنر چی کار میکنه؟ شیشه میکشن. چجوری نمیخوام شیشه میکشن. اومده کراتین کنه، اپلاسیون کرد. داشتم گوشتم میخوردم دیدم مو توشه دیگه نخوردم. چشش دمه گرفته. خیلی باور خانمه گفت چشش منو گرفت. یعنی منو نگاه میکنه. همون بیمزه خنده داراش بودا. داداشیا، آبجیا، مشتیا، پرطرفدارا، مرسی که با ما همراه بودید. آقا دمتون گرم که همیشه هستید اینجا. لایک یادتون نره، حمایت کنید از ما، صبحم فراموش نکنید. داداشیا، مشتیا، آبجیا، پرطرفدارا، مرسی. بدرود علیکم.